مناطق مختلف میرفتین و حالا گفتین در پشت صحنه که یگان بار میرین طرف چاینکی خوردن و نمیفهم قابلی خوردن و پراته خوردن و گپا یک زیاد در شهر و بازار هستید. تفاوت در چیست؟ تفاوت یکی که یک نظم آمده. ما یک قصه شخصی خود برات کنم. بله. یک زمین داشتیم در نزدیکای 14 باور کو 5 سال مکمل امی غاصبین زمین اینقدر آزار داد، گرچه ما رشوت نمیدن به خاطر که ما در هر جای میرفتم مرا میشناختن، از ما رشوت نمیگرفتن، اما اینقدر آزار داد در 5 سال. مشکل ما که حل شد دمی دولت امارات اسلامی حل شد، امیر حل کردن، حق بغداد رساندن. این نکنم چاپلوسی است، یک چیز واقعیت است که من گپ میزنم، نزدیک از خفه شو چیزی که هست. دیگه ما تو نیست که مثلا در رستوران های لوکس برم، میرم در رستوران معمولی خوشم میاد، برم که مردم در بین مردم بشینم. ما دیگه چیزی مثل یک نظم عجیب و غریبی که رستوران ها پاکتر، صفاتر، مثلا تمام امی چیزایی که در یک رستوران ضرورت داره کلاه میپوشند بسیار منظم پاک شده. من سرکا جاده ها کلانتر شده. من راست اگه بگویم من انتظار نداشتم که به این اندازه کار صورت بگیره و اینقدر به سرعت پیش بره. بسیار تولات دیگه است. مثلا من چی رفتم همین گلایی پل سوخته بسیار جای بر چکر یک وقت همین زیر پر بود از همین مواد مخدر که میر حالا نیست. تمام شهر و بازار اطفال همین گدا زیاد بود. حالا من که رفتم دیدم پرسان کردم چی گفت نه حالا ایره دیتابیس میگیرن این میگیرن ایره مثلا یک ماش برش ماین کردن نمیفهم چقدر حق داره. منتها من این چیزا را یک تغییرات دیدم. اون روز دم یک کافی شاپ شته بودم، یک دو نفر آمد دیدیم چشم دید خودم قصه میکنم. ایران تو مانه کافی شده بود، یک کلاغک در سرش بود. من گفتم یا چی میکنه؟ این نزدیک در کارتیچار این کتابچه خود کشید، خواست نفر گفت بیا فینال که هست، فینال باید در اون رستوران نباشه به خاطر که نال از تشناباست. من گوش میکردم. یعنی اون نشته کرد گفت که چای برات بیارم، کافی برات بیارم، نان برات، هیچ امور نشته کرد رفت. این چیزا را من به سر چشم خود این مملکت دیدم. یعنی رشوت خوری به کدام اندازه بود. ما بیننده عزیز آدم چاپلوس نیستم که ما زمان دولت ها تعریف کرده باشم، توصیف کرده باشم و حال خدای نخواستم اگه پای منفی بزنم، مگر چیزی که واقعیت است. بشک با یک تلفن آدم گشته نمیتونست.